سلام. راه آسان انتقال پول به تاجیکستان، بازداشت ملاها و معلمان تاجیک با گمان افراطگرایی، پول ترسناک آدمکش در کولاب، جنگ مهاجران برای خونسپاری، ویدیو و موضوعهای آزادی آنلاین امروز است. بعد از شکایت‌های پی در پی درباره مشکل شدن انتقال پول، ده‌ها مهاجر از روسیه به رادیو آزادی گفتند راه آسان فرستادن توسط سیستم‌های کانتکت و یونستریم هم هست و شرط نیست از خانه برایت به بانک یا جای دیگر روید. Яндекс медруем, амиджа менависем. Контакт, денежные переводы. Контакт, система денежных переводов медруем. Неджа онлайн перевод нависага. Онлайн перевод на медруем. Ина отправить перевод. حالا با گفته مهاجران پولی که از شما میگیرن فقط 1% پولی است که به تاجیکستان میفرستید، اما بعد از ماه ینور ممکن است حق انتقال پول تغییر یابد و بالا رود. ویدیویی که حالا میبینیم از مرکز معالجوی شهر ایرکوتسک فرستادند. در اینجا کشمکش برای هر چه زودتر وارد شدن به نزد طبیبان و سپردن خون است. این یک مقررات گرفتن اجازه کار در روسیه است. مؤلف ویدیو به رادیو آزادی گفت که نوار از ماه اپریل سال گذشته است و چنین وضع هر سال در این موسم تکرار می شود. شاید از برنامه‌های گذشته یا وبسایت رادیو آزادی درباره بازداشت ده‌ها روحانی، معلم و دانشجویان تاجیک خبر داشته باشید که به عضویت در اخوان المسلمین متهم شوند. گزارش رادیو آزادی در این باره بحث زیادی را در وبسایت ما و هم در اینستاگرام برانگیخت. یکی از کاربران با نام عبدالله در وبسایت ما نوشته است: مقامات تاجیکستان تا حال یگان نفر را بی اساس پس پنجره نکردند. این افراطی‌ها الکی می‌دانستند که فعالیت اخوان المسلمین منع است. آنها شاید دیده و دانسته عضو این سازمان شدند. کاربر با نام مرد شک دارد که این افراد گناهی کرده باشند و گفته است ممکن است مقامات آنها را با اتهام بر دروغ دستگیر کردند. او گفته است خودم شاهد بودم، همسایه‌مان را بردند، چند کارمند ملیسا آمدند، همه خانه‌ها را کافتند، هر کتاب بود بردند، بعدا فهمیدیم در حقشان تهمت کردند. در اینستاگرام یک کاربر با نام باتیروف 8547 روحانیان تاجیک را کمسواد نامیده آنها را به گمراه کردن مردم متهم کرده است. او نوشته: بسیار ملاها و ایشانهای ما سوادی درست ندارند، اگر کمی داشته باشند خود را عالم می‌شمارند. بسیاری خود شما ملا و ایشانها ترجمه سوره‌های قرآن را نمی‌دانید. کاربر با نام تاجیک در وبسایت ما نوشته است اگر زندگی مردم درست باشد افراطگرایی هم کم می‌شود یا از بین می‌رود. شرح او را می‌خوانیم. سبب همه این شرایط پستی زندگی است. انسان در وقت مجبوری عضو هر گونه رویه می شود. شرایط زندگی را درست کردن ضرور است. کارخانه‌های ساختن لازم که ده‌ها هزار آدم کار کند، نه 10-20 نفر. اگر این گزارش را ندیدید یا نخواندید پس سری بزنید به وبسایت azadi.org. برمیگردیم به دیدن ویدیو و به دیدن یک پول یا کوپوک ترسناک در کولاب. این ویدیو را یک ساکن دهه 50 کولاب فرستاد و گفت که این پول چند دهه جماعت ضربدار را به هم می‌پیوندد. 3 سال باز از ایران می شود و مقامات می‌آیند و می‌گویند که تعمیر می‌کنیم و با همین دیگر بر نمی‌گردند. و قول او اینجا چندین دفعه ماشین ها افتادند. شما هم اگر ویدیو دارید بفرستید، شرط نیست فقط خرابی باشد. به شماره که می‌بینید و از هر راهی که می‌خواهید واتساپ، وایبر، ایمو و تلگرام توسط وبسایت رادیو آزادی هم فرستاده می‌توانید. تا دیدار در برنامه آینده.